فرصت برای ایران هست. ارسال روی دروازه میرسه سردار آزمون، خود سردار، شیرپسر ایرانی، یاسر دار 1-0 به سود ایران. 20 ایران، همیشه 20 ایران گل رو زد. 1-0. حالا اکرم عفیف توپ رو داره، پاس کاتبکش پشت محوطه جریمه، یه ضربه برخورد به سعید، میره داخل دروازه. 1-1 مساوی. گل اول قطر به ثمر رسید. برگشت توپ، یه دور کردن، میرسه، نباید اشتباه کنیم. حالا اسماعیل محمد گرفت، اکرم عفیف، رامین بعد مراقب باشه اونور. خود اکرم عفیف، ضربه عفیف داخل دروازه قرار گرفت. 2-1. حالا شیرپسر ایران، جنگنده ایرانی، F16 ایرانی پشت توپ، علیرضا جانبخش، بزن کاپیتان و 2-2 مساوی. برگشتیم به بازی. برگشت توپ، فرصت برای قطر هست. حالا یه ضربه، اونجا آفساید، مشکوک به آفساید الموزلی. گل سوم، مشکوک باید چک بشه. فعلا که گل سوم. برگشت توپ، اون سمت راست، علیرضا جهانبخش توپ رو داره، خود جهانبخش میزنه به تیر دروازه. وای که چقدر بد شانسیم ما.